سلام، یه سوال خوشگل انتخاب کردم از ریاضی هشتم که به راحتی میتونه تو امتحانتون بیاد. بیا با هم دیگه بررسی کنیم. ببین یه همچین سبک سوالی اگه بخوام با روش تشریحی حل کنم باید چیکار کنم؟ باید اول بیای 2 تا خط موازی رسم کنی. این خط موازی اول برای زاویه 80، اینم خط موازی دوم برای زاویه Z. قبوله؟ حالا چی بگم؟ میگم آقا 2 تا خط موازی دارم این پایین و این بنده خدام خط موربش. وقتی این باشه 20 تا، پس این رفیقمون حتما باید مساوی باشه با 20 درجه. تو هم قبول داری دیگه. حالا اینجا بوده 125 تا، کل این زاویه باید باشه 180 تا. پس اینجا چقدر میشه؟ اینجا میشه 55 درجه. قبوله؟ حالا دوباره 2 خط موازی، 1 خط مورب، یعنی این زاویه خوشگل اینجا باید باشه 55 تا. آقا مگه کلش 80 تا نیست؟ بله کلش 80 تاست. پس اینجا چقدر باید باشه؟ اینجا باید باشه 25 درجه، یعنی این زاویه اینجا. رفیق سرو، حالا دوباره چی بگم؟ ببین دوباره 2 خط موازی، 1 خط مورب، اگر اینجا 25 تا باشه پس اینجا هم باید باشه 25 تا، یعنی جناب زد میشه جمع این 2 تا زاویه که برابر خواهد بود با 45 درجه. این سوال خیلی مهمه امتحانی ها. پس 2 تا خط موازی میکشی، موازی این 2 تا بنده خدا، با رابطه 2 خط موازی و 1 خط مورب به راحتی سوالو حل می‌کنی.